سلام، شما موقع موتورسواری بیشتر از چی میترسید؟ واقعیتش موقع موتورسواری همه به کونم نگاه میکنن، میترسم یکی انگشتم کنه. بابا الان که پیر شدی هنوزم کلفتنا؟ پسرم از مامانت بپرس بیشتر میدونه. مامان فرق میان من و بابا در چیست؟ هیچی عزیزم، فقط تمام رو با تو میگم نکن ولی تمام شب به بابات میگم بکن. مامان بزرگ، قدیما که تلویزیون نبود واسه سرگرمی چیکار میکردین؟ پسرم مگه نمیبینی این سعید عمو از کجا اومده؟ نظرتون رو راجع به عروس زیباتون میخواستم بدونم. فقط میتونم اینو بگم سوراخی تنگی داره. بازیگر محبوبتون کیه؟ مادر شوهرم. آن بچه ها نوح هستم. هر جا رفتم لاشخور پیدا نکردم تا اینکه آدرس گرفتم ایران خیلی لاشخور داره. برید تو خارکونبه ها، به درد نخورها. نگران نباشید، سالم نخواهند رسید. میندازمشون تو دریا. خب حاجی باید تا 45 روز با حاج خانم رابطه نکنید. وای بدبخت شدم. یه سوال بپرسم؟ آری حاجی. دکتر میخواستم بگم میتونم از عقب حالشو ببرم. سلام، من شما رو میشناسم، فکر کنم جایی دیدمتون. نه عزیزم، شاید تو اینستا دیده باشی. عزیزم از سوشال میدیا استفاده نمیکنم. پشمام یا امام زمان. به من یک فش بده که کلمه بد توش نباشه. نافم تو پیشونیت. این فش نبود که. اگه نافم تو پیشونیت باشه اونجا میره تو دهنت. او چیه که توپله، قلومبست، خوشمزه است، روش مو داره و توش هم خیسنه. مال من. حاج خانم 3 بار بگو تیر تو تیر، کمون تیر، کمون تو تیر. تیر تو تیر کمون تیر کمون تو کاسی پشمالود. وای حاج خانم. وای عزیزم چرا آشپزی میکنی؟ از وقتی که بابام از خدمت اومد مامانم دیگه بلند نمیشه آشپز کنه. حاجی فرق پرده سینما با شورت چیه؟ اولی وقتی میاد پایین نمایش تموم میشه، ولی دومی وقتی میاد پایین تازه نمایش شروع میشه. جانم او چیه که هیچ وقت نباید انگشتمون رو بکنیم داخلش؟ اون که حلقه ازدواجه ولی دلی تو کرکری شده. اوف حاجی. ببخشید اگر به شما بگم عشق اول من هستید، باور میکنید؟ حداقل یه قهوه مهمونم کن اول. Damn, you fell for it. عزیزم دوست داری خواهر داشته باشی یا برادر؟ هیچ کدوم نمیخوام، ارث رو تقسیم کنم. دخترم همه ی همسن و سالات ازدواج کردن. تو چرا ازدواج نمی‌کنی؟ حاج خانم بگه من میپرسم چرا وقتی همه همسن و سالات مردن تو نمیمیری؟ دوستان این یک ربه و این 1 ساعت و 45 دقیقه است. آقای چوپون دروغگو، چرا دیگه دروغ نمیگی؟ آخه هر وقت دروغ میگفتم روستا خالی میشد، بعدش کد خدا به جان ننه من میافتاد. چه خصوصیاتی داره آلت تناسلی مردان؟ یه فیلم پورن به هر زبانی براش بذاری سریع میفهمه و راست میکنه.